از کشور هلند شروع کردیم. دامپروری راسان یکی از مدرن‌ترین دامپروری‌ها در خاورمیانه است. با آوردن بز سانن اصیل از کشور هلند این پروژه شروع به کار کرد. همچنین از تازه‌ترین تکنولوژی‌های دامداری در جهان استفاده می‌شود. از طریق استفاده از سیستم مدرن مدیریت، سیستم امنیت زیستی یا بایوسکیوریتی، پیشرفته ترین شیوه های دامپزشکی، وجود چندین مشاور خوراک دام، جفتگیری و تلقیح مصنوعی با بهترین اسپرم های فریز شده از کشور کانادا و هلند. دامپروری راسان با توانایی 1000 عدد بز سانن در حال پیشرفت و ارتقاء توان علمی خود می باشد. سیستم مدیریت در دامپروری راسان بر مبنای سیستم امنیت سلامت یا بایوسکیوریتی برای حفظ سلامت بزها و خوراک آنها از طریق یک نرم افزار مدیریت بر بزها نظارت کامل دارد که همه دامها دارای برچسب گوشی هستند. همچنین هر دام دارای دیتا و اطلاعات خاص خود را از زمان تولد، مقدار شیردهی، وضعیت سلامت دام را دارا می باشد. تلاش مجموعه برای تولید شیر با کیفیت و استانداردهای جهانی می باشد. در این راستا در دامپروری راسان بهداشتی ترین شیر تولید می شود که از طریق یک دستگاه کاملا پیشرفته شیردوشی که همزمان توان دوشیدن 48 عدد بز را دارد. از طریق چند مرحله فیلتر کردن شیر و آزمایش کردن روزانه شیر و آن عدد بزهایی که در مرحله درمان هستند از شیر آنها استفاده نمی شود و شیر آنها با شیرهای دیگر بزها مخلوط نمی شود. مقصد نگهداری شیر در مدت زمان کمتر از 4 ساعت دمای شیر به کمتر از 4 درجه می رساند. ارزش غذایی و انرژی شیر مجموعه از شیر گاو، گوسفند و شتر به مراتب بسیار بیشتر است. شیر بز سرشار از ویتامین های لازم برای نوزادان، کودکان و بزرگسالان می باشد و منبع اصلی تولید شیر خشک نوزادان در کمپانی های معتبر دنیا می باشد. پروتکل‌های نظارتی بر بزغاله‌های تازه متولد شده در سالن‌های مخصوصی نگهداری می‌شود که یکی از شاخصه‌های دامپروری راسان می‌باشد. از اولین روز تولد زیر نظر کارشناسان دامپروری می باشد و از بهترین شیر خشک اروپایی با تازه ترین دستگاه‌های شیردهی 24 ساعته تغذیه می شوند. دمای هوای محیط در 1 درجه حرارت تعیین شده تمام وقت حفظ می شود.
از طریق سنسورهای خاص تعیین کننده مقدار گاز آمونیاک در داخل سالن‌ها کم خواهد شد و بدین وسیله هوای محیط سالم و پاک نگه داشته می شود. خودکفایی خوراکی از طریق کاشت صدها هکتار زمین کشاورزی با چندین نوع خوراک مختلف و ساخت سیلاژهای متنوع زمینه ای را فراهم کرده است که دامپروری راسان همیشه خوراک سالم و غنی ارائه کند. بعد از آوردن خوراک به دامپروری از طریق یک دستگاه خوراکدهی مقدار خوراک تنظیم و معین می شود و بر مبنای یک سیستم خوراکدهی پیشرفته روزانه زیر نظر مشاور تغذیه به دامها داده می شود. و تمام دامهای موجود و بزهای موجود در دامپروری راسان عاری از بروسلوز می باشد و هیچ گونه تب و مالت و بیماری های خاصی را دارا نمی باشد. دامپروری راسان پیشرو دامداری مدرن در خاورمیانه می باشد.